عزیزان، جای جای مناطق میرید یک سری اتاقک ها در دل سنگ ها میبینید. دوستانی که در کوههای لرنشین هستید، چه در لرستان چه در خوزستان، منطقه شمال و شمال شرق خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کوهگیلویه بویراحمد، یا قسمت های کمی از استان فارس، یک سری سنگ ببینید، نه صخره نه کوه، سنگ. در دل این سنگ ها اتاقک هایی رو میبینید که معمولا باز هم شدن و مخصوصا مناطق ایزه، مجد سلیمان، باغ ملک، در اون سمت که بری به سمت چهارمحال و بختیاری به وفور امثال این موارد رو در کنار راه ها میبینید. اینها اصطلاحاً بهشون برده‌گوری گفته میشه. چرا افرادی که فرضاً در شمال کشور هستن میخوان منظور خودشون رو برسونن میگن برده‌گوری؟ برد واژه‌ای لریست به معنای سنگ. برده‌گوری یعنی سنگ گور، سنگی که داخل اون گور قرار داده شده. چرا اومدن از واژه لری استفاده کردن؟ چون این تدفین مختص مناطق لرنشینه. برید تحقیق بکنید، سرچ کنید، ببینید ایلماییان در چه جغرافیایی زندگی کردن. این بحث برده‌گوری ها با گوردخمه ها فرق میکنه. گوردخمه در دل صخره است، برده‌گوری داخل سنگه. دو تا مقوله متفاوتن.